خب بریم که ابروی منو لیفت کنیم. اول شماره یکم رو بر میدارم، از جایی که قبلا سوراخ کردم باز میکنم و یکم مواد بر میدارم و میزنم به ابروم. توی قسمت مواد گذاری دقت بکنید که تمام ابروتون باید مواد داشته باشه، تمامش، یعنی هیچ نقطه‌ای نباید باشه که مواد نداشته باشه، چون کل ابرو باید بی حالت کنیم توی این مرحله. و حالا وقتی که کامل همه ابرومون رو مواد گذاری کردیم، یه تیکه از رول سلفونمون رو میبریم و همطوری عادی آروم میذاریم روی ابرومون. خب تایمی که ما برای لیفت ابروی بدون چسب میذاریم حدوداً 15 دقیقه است، ولی شما نصف تایمتون که سپری شد سلفون رو بردارین، ابروهاتون رو به سمت پایین و حالا مخالف شونه بزنین و ببینین که به اون سمت وای میسته یا نه. اگر به اون سمت وای نستاد یعنی هنوز کامل ابروتون لیفت نشده. و حالا جدا از این که وایساد یا وای نستاد، شما دوباره توی اون مرحله کمی بهش مواد اضافه بکنین، یعنی دوباره مواد بزنین، دوباره بهش مواد بزنین، کامل شونه بزنین و دوباره سلفونتون رو بذارین اون تایم باقی مونده سپری بشه، حدود مثلا همون 10 دقیقه، 12 دقیقه، 15 دقیقه، هر چند ثانیه که شما دوباره سلفونتون رو بردارین، چک کنین و مثل تصویر ببینین که پایینی ابروتون وای میسته، یعنی هر حالتی که بهش بدین وای میسته، اونجاست که کامل ابروی شما لیفت شده. و دیگه موادتون رو پاک بکنین کاملا و مواد شماره 2 تون رو بذارین کامل همون جوری که مواد شماره 1 گذاشتین بذارین به ابروتون. بعد از اونم دیگه سلفونتون رو دوباره بذارین، 15 دقیقه دوم رو تایم بدین، دیگه نیازی به این که چک کنید و اینا نیست، چون شماره 2 فقط برای ثابت کردن شماره 1. پس بعد 15 دقیقه بردارین و پاک کنین و حالا مواد شماره 3 تون رو کامل بزنین به ابروتون، طوری که همه جای ابروتون رو دیگه در بر بگیره، به خاطر که کراتین آبرسانه و یه تقویتی بشه ابروهاتون. و دیگه شونه نهاییتون رو بکنین، هم مدل که دوست دارین، ابروتون رو شونه بزنین و حالا اگه میخواین بالاشو بخوابونین، تهشو بخوابونین، سرشو بیارین پایین، در هر جوری دیگه میتونید همیشه اونجوری که دوست دارید شونه بزنید، چون ابروتون کاملا بی حالت شده. و دیگه اینم از پایان کار رو بازم میگم شما هر جوری که دوست دارین میتونی شونش کنین، بخوابونینش، فشن درست کنین یا هر جوری که دلتون میخواد. اگه خوشتون اومد لایک کنین و بهم بگین دیگه براتون چه آموزشی بسازم.